ببینید دوستان عزیز، اصلا ما در بالا در مسئله تاریخ گپ زدم که تاریخ ما و شما دزدیده شد. یک مصیبت بسیار بزرگتر هست. من میخوام این اول را بگذارم، کمک نظر میکنیم، بعد صحبت ادامه میدیم. اگر آماده باشم رو بگذاریم. این بینای معروف با نام‌های سکه و قصر پرزیدنت بعد چند مدتی برای همیشگی از بین خواهد رفت. جریان تخریب آن شروع شده است و در جای آن بینای معاصر بلند طبقه حکومت قامت خواهد افراخت. عکس این بنا که تصمیم‌های حکومت تاجیکستان بیشتر از 60 سال آنجا گرفته می‌شد، بجز از روی صفحه کتاب‌ونوارها روی پل‌های کاغذی 100 سومانی را زیب می‌دهد. پس از تخریب بنا سرنوشت پل‌های 100 سومانی با عکس قصر پرزیدنت چی می‌شود؟ بانک ملی هنوز در این مورد نقشه مشخصی ندارد و منتظر دستور حکومت است. ما اون رو با تجزیه نظر میکنیم. اگر رهبری حکومت لازم شمارند که بینای نو، نمونه بینای نو در پلهای ملی عکس یابند، ما اون رو اجرا میکنیم. یکم پرابلم نیست. مورخان میگویند زمان شوروی بینای سکه پس از مجسمه ولادیمیر لنین در فهرست یادگاری‌های تاریخی که از طرف دولت حمایت میشد در جای دوم قرار داشت. در مرکه‌های جشنی 80 سالگی دوشنبه نیز بینای قصر پرزیدنت عکس شده و در تمام دنیا همچون یادگاری تاریخی پهن شده است. Теперь эти банкноты станут на вес золота. اکنون بانکنوت‌های 100 سومانی به طلا برابر می‌شوند. برای آنکه وقتی بنا را تخریب می‌کنند، بنا نیست ولی عکسش در بانکنوت‌ها باقی می‌ماند. اکنون این مال نادری کلکسیونی می‌شود. اکنون بسیاری از سیاحان به جمع آوری آن شروع می‌کنند. مورخان بینای تخریب شونده قصر پرزیدنت را مکان انتقال حکومت‌های تاجیکستان می‌نامند. به قول آنها سیاستمداران سرشناس دنیا و شخصیت‌های معروف زمان مهمان این بنا بودند. قرارهای تقدیرساز برای رشد تاجیکستان محض در همین بنا گرفته شده است و به همین خاطر عکس این هنر معماری در پل ملی هم جای گرفته است. از بینایی که قدم‌های نخستین پرزیدنتی رحمانوف در وی به عمل آمده است و مشکل‌ترین روزهاش در آن گذرانده است و امروز ویران می‌شود، سخن از این باشد، پس فکر من است که شاید 100 سومه از بین رود. خودی 100 سومه از بین رفتنش در کار، اگر این صورت این بنا نادرکار شود. ممکن به جای وی 150 سومه سازند، ممکن به جای وی 75 سومه سازند، ولی 100 سومه بوده نمیتواند با صورت دیگر. اگر 100 سومه باشد، همین صورت باقی ماندنش در کار همچون چیزی تاریخی که این پول به همین صورت با وجود آمد. در فهرست کتاب آثار معماری شهر دوشنبه بینای قصر پرزیدنتی در مقام اول قرار دارد. این بنا در سال 1957 با طرح استفان انیسیموو معمار بنیاد شده قرارگاه حزب کمونیست وقتی تاجیکستان بود. همچنین عکس چند معماری دیگر تاریخی از جمله بینای پارلمان در پل کاغذی 3 سومانی جای یافته است که در اساس نقشه بازساخت شهر دوشنبه احتمال خراب شدن آن نیز وجود. اگر راهبری که در چنین فکر است و یک بنایی که در اونجا 50 ساله ها تاریخ اون ملت پسی سر شده است، تصمیم ها گرفته شده است، ملاقات ها و واخوری ها شده است، نمیشد که یک جای تاریخی گذاشت؟ نمیشد. هدف از کندن همه چی است. آیا در تاجیکستان در دوشنبه زمین کم است که یک بینای دیگر بسازین؟ خانه هاتون گکتر است در مرکز دوشنبه. مرحمت کن، اوقات وطن دوست دارین، بگیرین یک خانه دختر تا بچه تا یعنی بکن، یک بینای پارلمان میشود. اما زمانی که بیناهای تاریخی چپا کرده میشود، این به مسئولیت و به فرهنگ بدن ساختارهای قدرتی ماست، از جمله وکیلان پارلمان که چنین یک تصمیم احمقانه را اجازت میتین. در یگام گوشه دنیا به این درجه احمق ترین تصمیم گرفته نمیشه. مردم یک بار نظر کنید، بینایی که فرهنگ تاریخی دارد، بینایی که ملت از اون میشناسند، بینایی که تصمیم ها در اونجا گرفته شده است، امروز حکومت تصمیم گرفته است چپا کرده شود بینای بلند آسیانه ساخته شود.
چی گونه دیدگاه دارین شما؟ در 28 سالی راهبریتون شما تا به حال از سیاست بوی نمیبرین؟ شما تا به حال درک نکرده که این بیناها یک بیناهای تاریخی است. روز میشود که ملت از این فخر میکنه، استفاده میبره از این بنا. روز میشود که نسل دیگر میبیاد داخل این تماشا میکنه که 20 سال پیش، 50 سال پیش، 100 سال پیش در اینجا کدام تصمیم ها گرفته شده است. شما با کدام اندازه احمقی میکنید؟ یک نفر چند روز پیش برآمده است اپوزیسیای تاجیک اپوزیسیای سالم نیست میگه. من در این نقطه آخران حرف میزنم. اما اگر شما سالم باشین یک بنای تاریخی را میگیرین به خاک یکسان میکنین. یک بنایی که قدر زیبایی شهر میتیه، طرز ساخته همو چیزی که معماری که درستش کرده است به اندازه زیبا است، همون شهر جلوه میتید. یک تاریخی و ملت است. شما بیدار شوین مردم. کسانی که ما را سنگ میزنین، کسانی که ما را تنه میزنین، چرا اعتراض نمیکنین در این مسئله؟ کجا هستین زیبایی کشور؟ روشن فکران، روزنامه‌نگاران، شاعران، عالمان، متفکران، نمیدونم هزار نام دارین، علمای دین، نمیدونم دکتر علم‌های نوک، فلان فیلسوف. کجای شما؟ مقدسات امروز از بین رفته است. تاریخ شما از بین برده است. تاریخ از همه بزرگترش این عکس در پول ملی جا گرفته است. میفهمین؟ مرگ است، باور کنید مرگ این ملت است. وقتی چون این تصمیم ها گرفته می شود، یک راهبری که 28 سال راهبر است دیدگاه و فهمیشش به اندازه نیست که چیکار کردنش نمیدونه، چی باید کرد با این نفر؟ کجا میریم و چند سال دیگه پیش میریم؟ هر جایی که یک تاریخ ساخته شده است، زبان دزدیده شد، وحدت دزدیده شد، پارلمان دزدیده شد. پارلمان کشور میخواهند بالکل همشه کشوری همسایه بسازه. هی مردم شما چی کار کرده استین؟ ملت مردم تاجیکستان گجا تلکه دستین شما با این تصمیم هاتون. مردم یکم ترک اندیشه کنین. هوش و گوش ما فقط در مهاجرت کی پول کار بگیم، کی بیماری تمام میشه، کی هواپیما میشه، کی ما بریم. این راه حل نیست مردم. ملت نیاز به تاریخ خودش داره. امروز تاریخ ما را دزدیدن. ما تا امروز میدونیم که زمانی ارتش سرخ آمد کتابخانه های بخارا و سمرقند همه را سوزاند و برد. ایش چی است؟ این ارتش سرخ دیگر. اینا نمیدونم اجنبی باشه، این اصلا از این ملت نباشه. چی میخواه اصلا؟ با این عملش چی را میخواه تغییر بده؟ چایخانه که جای تاریخی بود، خب بینای پرزیدنت که جای تاریخی بود، بینای پارلمان که جای تاریخی است، اکثریت جاها صد مرکزی صد برده که بعضی بیناهای دیگه جای تاریخی است، اونها را یو میخوان از بین ببرن. برای چی؟ نسل دیگر تاریخی گذشته را فراموش کنه. زمان تاریخ میگه این همین سالهای 92 تا 2021 تا که از دفع میشن یا تا همون حالت باشه. اما این مرگ است، مصیبت است، داغ است، درد است دوستانی است.